یه عده هستن که هر روز اهل زیارت عاشوران، هر روز عمرشون ها، هر روز سال رو ها اهل زیارت عاشورا هستن که خیلی هم توصیه شده و در روایت هست اگر کسی این چنین باشه کان که من استشهدم الحسین، گویی مثل اون کسانی است که در رکاب ابا عبدالله به شهادت رسیدن. چون با این زیارت عاشورا خوندن داری اعلام جبهه میکنی که من تو این جبهه‌ام، من با شما. داری اعلان جبهه میکنید، دارید نفرین میکنید به اون کسانی که سید الشهدا علیه السلام رو به شهادت رسوندن. اما تو طول سال حداقل هر روز یک سلام به امام حسین داشته باشید. امام صادق به صدیر سیرفی فرمود صدیر هر روز جد ما ابو عبدالله الحسین رو زیارت میکنی؟ صدیر گفت آخه من مدینه‌ام، سید الشهدا کربلاست، مگه من میتونم هر روز از مدینه برم کربلا؟ امام صادق فرمود نه اونجوری نه، اونجوری که من میگم، برو روی بلندی. حالا این بلندی هم اگر کسی گیرش نیومد مسئله نداره، اون یه ثواب علاهده است، یه ثواب بیشتره. فرمود برو روی بلندی به 3 طرف نگاه کن، آسمون رو نگاه کن، سمت راست سمت چپ. که بعضی از بزرگان گفتن که این نگاه کردن یعنی نگاه کن که عالم به اذن الله در اختیار سید الشهداست، همه جا رو فرا گرفت، عالم به اذن الله در اختیار سید الشهداست. و بعد اینجوری سلام بده، امام صادق فرمود بعد اینجوری سلام بده السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. 2 تا جمله بیشتر نیست. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. که اگر این کار رو بکنی ثواب یک حج در نامه عملت نوشته میشه. صدیر میگه من گاهی تا 20 بار تو روز این کار رو میکردم، این که چیز سختی نیست، تا 20 بار این کار رو میکرد.